بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. خدمت همه شما دوستان و عزیزان و بینندگان عزیز در هر کجای دنیا که هستید عرض سلام و خسته نباشید دارم و امیدوارم همیشه شاد و موفق و شادکام باشید و در پناه حق و در سایه ایمان زندگی سرشار از خوشبختی و موفقیت داشته باشید. دوستان عزیز، امروز هم با قصه و اندرزی خدمت شما اومدیم. قصه زیبا از یک شخصیتی که دنیا رو تغییر داد، از یک شخصیتی که امروز تا ما چشمون رو میذاریم به آسمون نگاه میکنیم صدای هواپیمایی که رد میشه و ایشون اولین کسی بود که به فکر پرواز افتاد. البته قبل از این که بریم به این شخصیت عزیزمون سری بزنیم، یک قصه جالب دیگه واسه شما بگم از اون پادشاه و از اون سرزمین عجایب. در یک شهری از شهرهای خیال رودخونه‌ای بود که بیماری به اون رودخونه اصابت کرده بود که هر کسی از آب اون رودخونه میخورد دیوانه میشد. میگفتن دکترها و همه که از آب این رودخونه نخورید، اما مردم گوش نمیکردند. اشتباه میشد یا از به قصد از روی به اصطلاح فضولی و اینا هر که آب میخورد دیوانه میشد. یه روز پادشاه متوجه شد که همسرش ملکه خانم هم دیوانه شده. ملکه نشسته با چند تا از دیوونه ها میخندند و میگند و فکر میکنند ببینید پادشاه رو دیوونه هست. کسی که از این آب میخورد فکر میکرد که عاقل شده و همه دیوونن. همه عاقل ها فکر میکردن که اونا خوبند و بقیه دیوونه شدن. دیوونه ها فکر میکردن که نه اونا خوبند و بقیه دیوونن. در حال حالت عجیبی بود تا پادشاه دیگه خیلی خواست عقلش از سرش ببره. داد کشیده های وزیر بیا. بله اومد. چی شد؟ میگه ملکه دیوونه شده. خب دکتر رو صدا بزنید. گفت آها پادشاه دکتر خودش آب خورده و دیوونه شده. پس این نگهبونه کدوم گوری بودن؟ گفت آقای پادشاه ببخشید همه نگهبونا هم از همین آب خوردن و دیوونه شدن. ای بابا پس چه کار باید کرد؟ گفت یک حقیقتی به شما بگم، خیلی حقیقت تلخیه. توی این کشور فقط من و شما بودیم، توی این شهر فقط من و شما بودیم که از این آب نخوردیم. همه خوردن و همه دیوونه شدن. تازه پادشاه یه چیز بدتر از این، ما 2 نفریم توی یک اقیانوس از مردم. خب چی میشه کرد؟ میگه هیچی، همه فکر میکنن که اونا خوبن و من و شما دیوونه ایم. الان به این فکرن که واسه ما به فکری بکنن به حال من و شما. ای بابا پادشاه افتاد بود تو هچل که چه کار کنم. اینجا بود که داد زد آهای وزیر خواهشن برو یه لیوان از همین آب رودخونه بیار که منم سر بکشم. راستی شما چی کار میکنید؟ آیا شما حاضرید یا نه اینکه حاضرید؟ آیا لیوان رو سر کشیدید یا نه؟ راستشو بگید. اگه شما کارمندید، همه دارن خیانت میکنن، رشوه میگیرن، تو کارشون تنبلی میکنن، دیر میان زود میرن، از این کارا، تنها شمایید که رو کارتون ثابتید، مرد مردونه دارید ادای واجب میکنید. آیا میگید که چرا من خودم رو ضایع کنم؟ مگه من از اونا فرق میکنم؟ مگه اونا از من؟ و بدین صورت خودت ضایع میکنی. اگر این کارو میکنی بدون که تو لیوان سر کشیدی، یا اگر
در باب تقلید غرقی، در جایی که همه که کاری رو شما احساس میکنید که اشتباه است، همه دارن اشتباه میکنن، بعد شما میایید میگه که ای بابا، یه کسی دیگه میاد به شما میگه مگه فلانی و فلانی و فلانی نمیفهمن، فقط تو یکی فهمیدی. این معناش اینه که این آقا اومده لیوان دستشه، میگه لیوانو سر بکش، تو هم مثل دیوانه ها باش. بله، خیلی وقتاست که آدم وقتی عقلش رسید، فهمش رسید، شعورش رسید، باید مردونه مقاومت کنه و سعی کنه دیگران رو تغییر بده. وقتی قرآن کریم حرف میزنه از حضرت ابراهیم یه تنه بودا، همه از رودخانه شرک که به اصطلاح لیوان سر کشیده بودن. تنها کسی بود که سخن از توحید و یکتاپرستی میزد ابراهیم بود. همه میگفتن مگه بابات نفهمید، مگه جد و ابجدت نفهمیدن، مگه همه نفهمیدن، تو ابراهیم یکی پسر بچه میفهمی؟ خب اما ابراهیم حاضر نشد این لیوان رو سر بکشه، واسه همین هم شد ابراهیم بت شکن. قرآن بهش میگه که ان ابراهیم کان امه، ابراهیم تک تنها یک امت بود. ابراهیم واسه خودش یک امت بود. ابراهیم با این کارش تونست ثابت کنه که یک تنه میشه خیلی کارا کرد. اما خیلی وقتا هم هست که بعضیا از باب لجاجت یه چیزی رو خوب نمیفهمن و سرسری خودشون رو هی میچسبونن و پاهاشون تو یه کفش میگن که نه من میخوام که خودم رو ثابت کنم. همیشه هم این حرفا نیست. مثل هیتلره مثلا. هیتلر چی کار کرد؟ گفت که نه من باید دنیا رو بزنم. در یک زمان جنگ رو شروع کرد با کی؟ با بزرگترین امپراتور اون زمان که انگلستان بود، با بزرگترین نیروی مردمی و سرباز اون زمان که شوروی بود، با بزرگترین تکنولوژی و نمیدونم اسلحه دار اون زمان که آمریکا بود. نهایتش چی شد؟ بله، خیلی نصیحتش کردند و گفتن هیتلر این کارا نکن، اما هیتلر حاضر نشد زیر بار بره و عاقبتش هم پشیمون شد. اما در مقابل کسایی دیگه هستن که مثل گالیله مثلا یه حرفی گفت و واسه اون زندان رفت، سختی ها کشید، 350 سال بعد مردم فهمیدن که حق با گالیله بود. مثل خود امام ابن تیمیه خودمون فتواهایی داد که سالهای سال به سببش زندان شد و سختی ها کشید و مردم باش دعوا کردند و نمیدونم فلان و فلان بهش گفتن. الان جهان در قضیه مثلا طلاق همون فتوای ابن تیمیه رو مسلمان ها گرفتن و خیلی از این موارد رو ما میدینیم. پس ما در حقیقت دو لیوان داریم، یه لیوانی که لیوان عقل و یه لیوانی که واقعا هم لیوان دیوونگی است. اگه انسان عاقل باشه تو لیوان عقل رو به دستش میگیره و از اون استفاده میکنه و خودش رو بالا میکشه. در لیوان عقل از مردم هیچ کمی نمیاره. اما وقتی که لیوان دیوونگی است، در لیوان دیوونگی دیگه باید مواظب باشیم و خیلی عاقلانه پیش بریم و نکنه که خودمون لیوان دیوونگی رو سر بکشیم. بله، قصه ما امروز قصه یک شخصیت شیمیدان، فیزیکدان، فلکشناس و کسی که در دنیای انقلابی به پا کرد از اون سوی رودخونه. بله، از اروپا میریم انشالله که قصه این شخصیت رو بخونیم. اولین انسانی که پرواز کرد کیه ایشون؟ بعد از این میان برنامه در خدمت شما هستیم و با قصه با قصه ای که اسمش رو بعداً بهتون میگم، الان نمیگم. میان برنامه رو ببینید و در خدمت شما خواهیم بود. موفق و پیروز و شادکام باشید. من ذا يداني فضله وعلاه، هذا الذي أحيا الأنام هداه.
هذا الرسول المصطفى لي أسوة أحببت ربي فاتبعت خطاه هو قدوتي في عزتي وتعففي وإذا استحيت فمن منار حياه هو قدوتي في خشيتي از ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند یکی از نمونه های گرامی داشتن الله جل جلاله این است که کهنسالان مسلمان را گرامی بداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد خدمت شما. بهتون گفتم که میخواییم از یک ریاضیدان، فلکشناس، شیمیدان، فیزیکدان حرف بزنیم. بله، این شخصیت عباس ابن فرناس ابوالقاسم هستند از تاکریت اندلس، از اسپانیای امروزی. ایشون شخصیتی بسیار برجسته که در زمان خودش خیلی خدمت‌ها و اختراعات بسیار ویژه‌ای داشتند. خودش را هرگز کم نزد. خیلی مردم مسخرش کردند، اما حاضر نشد که لیوان دیوونگی رو سر بکشه. رو پاهاش وایساد، رو حرفش وایساد. مدتی در خونه‌اش زندانی هم شد، اما گفت که نه، من باید بپرم. این عباس خیلی کارهای خوبی کرد. ایشون در سال 810 متولد شدند و 887 هم وفات کردند. حدود 80 سال یا کمتر زندگی کردند و در این زندگی پربارشون بدون مرحله‌ای رسیدند که امروز جهان به ایشون افتخار میکنه. دوستایی که رفته باشند به لیبی میدونن که در لیبی به اصطلاح یک هتل بزرگی است در به اصطلاح طرابلس به اسم عباس ابن فرناس. در کسایی که رفته باشند بغداد، حتما فرودگاه بین المللی بغداد در شمال بغداد رو دیدند که به اسم ایشون نامگذاری شده و در راه فرودگاه هم یک مجسمه‌ای گذاشتن به اسم ایشون. بله، عباس ابن فرناس در ابتدای زندگیش با تلاش و کوشش خوب درس خوند، خوب خودش رو بالا برد. فقط تو درس نبود، تو کارگاه ها میرفت، کارگاه رو نگاه میکرد که چطور به اصطلاح چیزایی میسازن، آهنگرا و نمیدونم کارگاه های فلک شناسی و فلان. اصلا یه کار زیبایی کرده بود. بعدها که به اصطلاح پخته شد، خونهش یه قبه‌ای مثل این درست کرده بود واسه خونه، داخل خونهش، و این قبه رو به شکلی تحریزی کرده بود که انگار آسمونه، توش افلاک و ماه و خورشید و مدارها و ستاره ها و نمیدونم چی درست کرده بود که انگار وقتی شما میرید تو خونهش و اینو میبینید، انگار که شما رفتید به آسمون، سفر آسمون و فلک. ایشون از جمله به اصطلاح اختراعاشون بهشون بگم اولین کسی بود که ساعت ساخت. بله، در اون قرنهای اول، یعنی در قرن نهم میلادی، در قرن نهم میلادی بیش از 1000 و اندی سال ایشون ساعت ساختن. اون هم ساعتی که با آب کار میکرد. خب برای به اصطلاح شناختن وقت نمازها، برای شناختن وقت طلوع و غروب خورشید، برای دونستن روزها که امروز چهارشنبه است. بعد از اون یک دستگاهی دیگه ای ساختن به نام المنقله. المنقله هم یک نوع پیشرفتی بود بر همون ساعت. بعدها هم یک دستگاهی ساختن به نام ذات الحلق، مثل استرلاب بود که حرکت ماه و خورشید و ستاره ها و مدارها و فلک و نحوه حرکت و اینا رو زیر نظر می گرفت. به همون قبه‌ای که گفتم تو خونه‌اش ساخته بود هم یکی از اختراعات بسیار زیبایی ایشون بود. اولین کسی که آقا بگم این شیشه هایی که میبینید، این شیشه ها اولین کسی که به فکر ساختن شیشه بود. از چی؟ از سنگ و ریگ. از سنگ و ریگزار شروع کرد شیشه میسازه.
و مهمتر از همه اینها اولین انسانی که به فکر پرواز افتاد. من خیلی متاسفم که در کتابای ما میان و میگن که برادران نمیدونم چی میخواستند، برادران رایت در سال 1028 اولین کسایی بودن که پرواز میکنن. اما یادتون نره که این یک نوع تقلید کورکورانه است که هرچه غربی‌ها نشخوار میکنن به ما میدن، ما هم داریم نشخوارش میکنیم بدون اینکه بررسی کنیم. غرب نمیخواد که مردم ما بدونن، ملت ما بدونن که اولین علما و اندیشمندان در سایه اسلام بلند شدن. اولین علما و اندیشمندان رو مسلمون بودن هیچ، بلکه اسلام اونا رو درست کرد. امروز که مسلمونا عقب نشینند، مسلمونا عقب مونده‌اند، جهان سوم و دهم و سیومن، واسه اینه که مشکل دارن، اسلامشون رو نشناختن، از خدایشون دورند، از اسلامشون دورند. و الا باید همیشه در رهبریت و در قیادت و در هدایت امتها و پیشرفت امتها مسلمان‌ها اول باشند. اگه اول نشدن یعنی اینی که ریگی تو کفششونه، تو اسلامشون مشکل دارند. عباس ابن فرناس این شخصیت بزرگ اولین کسی بود که در پی پرواز شد، یعنی 1028 سال پیش از برادران آلبرت ایشون در فکر پرواز بودند. برادران آلبرت در حقیقت در سال به اصطلاح 1923 در این فکر افتادند و رفیق ما در سال 887 از دنیا رفت. پس خیلی حرفه، یعنی 1028 سال پیش عباس ابن فرناس به فکر پرواز افتاد. 65 ساله بود. چیکار کرد؟ رفت از یک به اصطلاح ابریشمای خاص بال درست کرد و در شهر قرطبه، پایتخت اون زمان اندلس که امروز اسپانیا شد، خب اومد به اصطلاح در یک بلندایی شروع کرد به پرواز خیلی موفقیت آمیزی بود. مسافت بسیار طولانی رو پرید و وقتی خواست پایین بیاد یه چیزی یادش رفته بود و اینی که وقتی دقت میکرد که پرنده ها چطور میپرن، این تکنولوژی پرواز رو از پرنده ها یاد گرفته بود. وقتی که نگاه میکرد به پرنده ها به این دقت نکرده بود که اونا چطور از دمشون استفاده میکنن برای فرود اومدن و عباس ابن فرناس این دم رو تو هواپیماش یادش رفته بود و این باعث شد که در هنگام فرود به اصطلاح فرود جانانه‌ای بکنه و یکی از به اصطلاح استخوان‌های سینه‌اش هم بشکنه. اما با این وضع کنار نیومد، تلاش‌های بسیاری کرد، اختراعات زیادی داد. در وقتی که پرواز میکرد بعضی از افراد حسود و نمیدونم کوته فکر اومدن گفتن این میخواد که خلق خدا رو تغییر بده، اومدن واسه یک دم و دستگاهی به پا کردند و به اصطلاح تهمت وهابیگری و فلان فلان زدنش که چی میخواد خلق خدا رو تغییر بده. اما حاضر نشد از اون لیوان دیوونگی سر بکشه که در ابتدای برنامه خدمت شما عرض کردیم. این فرد تونست که شخصیتی بشه که امروز دنیای بشریت دون افتخار میکنه. بله، غربی‌ها خیلی سعی کردند که گم کنندش، عباس ابن فرناس و علما و اندیشمندای ما رو گمشون کنند، ابن سیناهای ما رو گم کنند، بیرونی های ما رو گم کنند، به ما نشون بدن که هر چه موفقیت هست، هر چه تکنولوژی هست، همه از زیر سر اونهاست. ولی تاریخ و همیشه که بسیار خورشید خانم پشت ابر نمیمونه. امروزه که دارند کم کم بشریت آگاه میشن و در میابند که نخیر، خیلی از موفقیت ها، خیلی از پیروزی ها نتیجه زحمت های مسلمون ها بوده، بلکه پیشرفت امروزی غرب مدیون دانشگاه های مسلمون ها در اندلسه. غرب سعی میکنه به ما طوری به اصطلاح نمودار کنه که ما قدوه هامون و الگوهامون رو از دست بدیم. امروز مشکل غرب هم همینه، الگو نداره. واسه این که الگو نداره بچه‌هاش چی میاد میده؟ الگوهای خیالاتی، سوپرمن و نمیدونم سپایدرمن و نمیدونم خدمت شما عرض تام و جری و نمیدونم اینجور حرفا. اما اگر غرب مثل ما خالد ابن ولیدی می داشت، مثل ما عمر ابن خطابی می داشت، اگر مثل ما ابن تیمیه هایی می داشت، اگر مثل ما احمد دیداتایی می داشت، مثل ما عباس ابن فرناس هایی می داشت، ابن سینا ها می داشت و خیلی کسای دیگه از این باب، هرگز به بچه هاشون تام و جری یاد نمی دادن.
اینها رو، این الگوها رو نمودار میکردن جلوی بچه‌هاشون که بچه‌ها ببینند، آینده ببینه و به طرف به اصطلاح موفقیت گام بزنه و به طرف موفقیت به اصطلاح ارزش‌هاشو بلند کنه و بشه زنده مرد میدون. و این مردونگی رو ما میتونیم در خودمون درستش کنیم. بیاییم مرد میدون باشیم و با موفقیت‌های پیش قدم بشیم، الگوهامون، شخصیت‌هامون رو بذاریم جلوی رومون، بچه‌هامون، خودمون بیاییم درک کنیم که ما امت اقرا هستیم. ما اون امتی هستیم که اولین صدای آسمون برای ما، اولین حرف خدای ما به سوی ما این بود که اقرا، بخوان. ما امت خوندن هستیم. دوستان، مایی که امت خوندن هستیم، روز قیامت چی داریم که به خدامون بگیم؟ واقعا ما خوندیم؟ واقعا ما ساختیم؟ واقعا ما کسی بودیم که خدای ما از ما خواست؟ این نیاز داره به یه تلنگر زدن به خودمون، با یه خونه تکونی دادن عقلمون. و اگر این وظیفه رو، این حقیقت رو به جا نگذاشتیم، بیایید و برگردیم به خودمون و ماهی رو هست و هر وقت از آب بگیری تازه است. همه رو دعوت میکنم به تلاش، به همت، به ساختن آینده و به این که هدفمون رو مشخص کنیم و پیش به سوی هدف. تا دیداری دیگه و قصه دیگه و اندهرزهای دیگه، همه شما عزیزان را به خدای بزرگ میسپارم و برای همتون آرزوی موفقیت و شادکامی دارم. هر جا که هستید سعادتمند و خوشبخت و شادکام باشید. خدا یار و نگهدار همتون.